حل بکنیم. پی وی بر تی میدونیم که همیشه برابر با ان آره و چون داریم راجع به یک گاز صحبت میکنیم مقدار کنستان و ثابته. در نتیجه P1 V1 T1 برابر با P2 V2 بر T2 می باشد. فقط اطلاعات جایگذاری میکنم. 1.2 اتمسفر، حجم اولیه‌اش هم بوده 2.5، فشار ثانویه بوده 85 صدم و حجم ثانویه خواسته سوال بوده دمای اولیه بوده 27 درجه. باید حتما با 273 جمعش بکنم چون دما باید حتما کلوین باشه. دمای ثانویه هم گفته 82 درجه و حتما باید با 273 جمعش بکنم که به حالت کلوین در بیاد. دما باید حتما کلوین باشه. فشار و حجم میتونن واحدهای مختلفی داشته باشن. فشار میتونه سانتی متر جیوه، میلیمتر جیوه و واحدهای مختلفی داشته باشه. در نتیجه از اینجا ویدیو من میشه P1 V1 T2 تقسیم بر T1 P2 که در میاد 4/17.